من براتون دعا بکنم که انشالله به آرزوتون برسین. پروردگارا لطف کن هر کاری که این هنرمند عزیزم دوست دارن به همون راه برسون. ای وای ای وای، شما چرا رنگتون داره قرمز میشه؟ ای وای، من فقط دعا کردم. آقا یکی به داد ایشون برسه. آقا سیروس آمبولانسی. بعد ای وای ای وای، یکی به داد ایشون برسه. چقدر جالبه. یه احساس بی‌وزنی میکنم. همونه که میخوان لاغرشن باید بیان اینجا. آدم احساس میکنه 0.5 کیلوه. خیلی جای جالبیه. مردن اینقدر سخت نبودا. چرا من اینقدر فکر میکردم سخته؟ وای، این دعاهای این خانم همیران بگیره ها. خب اگه اینقدر دعاش بگیره چرا دعا نمیکنه اون مردم تصمیم تو مملکت راحت شن؟ وای، چقدر چیزای جالبی میبینم. خب اولین آرزوم چی بود؟ گفتم اگه مردم اولین آرزوم چی رو میرم اون دنیا؟ میخواستم خانم هستی رو ببینم. خانم هستی. سلام هستی جون، خوبی شما؟ وای سلام بودن رو چقدر خوشحالم میبینم. یکم زود نیومدی این بر. من مردم هستی جون. منم اومدم پیشتون. ببین اینجا ولی عالیه ها، عالی. یعنی هر چی بهت بگم همه چی خوبه، همه اینجان، همه دور همین، همه آهنگای همدیگر رو میخونیم، به هیچ هم دیگه بر نمیخوره. همه آهنگای همدیگر رو میخونیم. چه جالب. خب پس اینجا ایرانه؟ چون اونجا هم آهنگای شما رو الان دارن همینجور راه به راه میخونن. این خیال هیچکس هم نیستش. چقدر جالب. چقدر خوشحال شدم دیدمتون دوباره. ماشاءالله هستی جون، خوشگل‌ترم شدین شما ها. مرسی هودن جون، تو همیشه به من لطف داشتی. ممنون ازت. اینجا بعدن شما در جریان اخبارا و چیزای اون دنیا هستین؟ اتفاقاتی که میفته؟ بله که هستیم، ولی بیشتر میشون میخندیم. هستی جون، این دعای خانم همیرا گرفت من اینجا ما. نه البته اون قدر رو هم بدیر نیستش، چون شما الان گذر موقتی قربونت برم. واقعا؟ بله. یعنی چی؟ یعنی من کاملا نمردم؟ شما گذر موقتی میگی. ببین اگر گذر موقت نبودی الان ریش نباید داشته باشی که اینجا ریش قدغنه. چه جالب. اینجا تنها چیزی که قدغنه داشتن ریشه، اونم از سربند این آخونده است. ایرانی ها اینقدر اعتراض به ریش کردن وقتی اومدن اینجا، گفتن هیچ کی دیگه ریش نداشته باشه. دیگه چی اینجا ممنوعه؟ هستی جون به من بگین که یه وقت من سوتی موتی ندم اینجا. نه هیچی اینجا ممنوع نیستش. ببین اینجا آزاده. اینجا اصلا شبیه اون چیزی که بهمون گفتن بهشت و جهنم و اینا اصلا نیست. اینجا فقط آزادیه و آزاده. یعنی اگه میخواید طعم آزاده رو بچشید، حالا شما اگر گذر موقتت دائم بشه میفهمی چی میگم. وای چه جالب. من که دوست دارم اینجا باشم. یعنی شما منظورتون اینه که مردم ایران اگر میخوان آزاد که میخوان به آزادیشون برسن باید بمیرن بیان اینجا تا آزاد بشن؟ نه لازم نیست کاری بکنن. فقط همین که این مزخرفاتی که بهشون میگن رو باور نکنن کافیه. وای هستی جون، اینقدر ازت سوالا دارم که هول شدم نمیدونم از کدوم شروع کنم. از اونی که از همه بیشتر ذهنتو مشغول کرده شد. هستی جون، شنیدی دخترتون سحر خانومم شروع کردن به خوندن، دارن میخونن؟ بله شنیدم.
اون دنیاست دیگه، همینه. حالا نمیدونم کدوم شیر خام خورده زیر پای بچم نشسته که شروع کرده به این کار. ببین خوندن نمیشه آدم تو 60 سالگی که نمیتونی بگی الان خواننده بشم، همه چی از پر قنداق با آدمه. البته مهسته جون این سوشال میدیا هم بی تاثیر نیست. بله خب ما هم اینجا تکنولوژی این برداریم، همه چی آخرین مدلش اینجا هستش، ولی اینجا خوبیش اینه که فکرهای بد از آدم گرفته میشه، مردم دیگه بد راجع به همدیگه خودشون فکر نمی‌کنن، همه مثبت، همه راجع به هم مثبت فقط فکر میکنن. چه جالب. یعنی اینجا شما الان دیگه با خانم هایده هم اختلافی ندارین؟ ببین ما اون دنیا هم که بودیم اصلا با هم مشکلی نداشتیم. یه سری این رسانه ها و آدم ها برای شیطنت و سرگرمی خودشونو کاری داشته باشن انجام میدادن این کارا. چه جالب مهستی جون. یعنی شما دیگه الان این دنیا با خانم همیرا هم دیگه اختلافی ندارین، خصوصا این آخری که آقای نوجکی گفته بوده که نمیدونم فقط ایشون خوب میخونه و شما خوندن بلد نبودین. گفتم که بیشتر برای سرگرمیه و اینکه آدمای اونور برای اینکه سرشون گرم بشه با هم این حرفا رو میزنن. البته نگفته نموند سنان که میره بالا خب یه ذره آدم یه چیزایی میگه. ببین با اومدن تو من مجبور نکن دوباره زمینی فکر رو کنم. نه مهسته جون من خودم همیشه مثبت بودم، همیشه حرفام عملام. ببین حتی اینجا رو نگاه کن، اینجا هم نوشتم پازیتیو یعنی مثبت، یعنی همیشه من تو کارام مثبت بودم. ببینم جالبه. حالا البته گذر موقتت که دائمی بشه اینجور چیزات هم پاک میشه، ریش و همه اینا میره. چه جالب. من تازه داره کم کم از اینجا خوشم میاد مهستی جون، ولی البته من یه مقدار کارایی نکرده دارم اون دنیا که باید برم اونا انجام بدم. آخه من یه اواخر رستوران حافظ رو گرفتم که آره میخواستم توش تازه با هموطنام ملاقات کنم، باهاشون عکس بگیرم، با هم غذا بخوریم، حرف بزنیم، بگیم، بخندیم، ولی یهویی اومدم اینجا رستوران حافظ رو. شما احتمالا باید رفته باشین رستوران حافظ چون 42 ساله اون داره. رستوران حافظ کجا بود؟ تو لندن دیگه، یادتونه که تو لندن رستوران حافظ. یادم اومدش اتفاقا آقای تاجیک صاحب اولیش بود. آقای تاجیک هم اینجاست اتفاقا پیش ما سلام. بعدش هم آقا فرشید اومدن. آقای فرشید گرفتن که ایشون هم اتفاقا الان پیش ما اینجا. شما هم که هستید. نه ولی من که شما گفتید گذر موقتم. ببینید من خیلی کارایی نکرده دارم مهستی جون، خیلی کارایی نکرده دارم. من تازه داشتم یه کانال یوتیوب شروع میکردم، کانال یوتیوب خودم که همه کارایی نکرده و کرده و همه اون چیزایی که دوست داشتم. آخه میدونین جریان چیه؟ کارای من یه فرمی هم هستش اگه آزاد باشه دستم بخوام انجام بدم. شما که میدونی مهستی جون من امکان داره بعضیا دوست نداشته باشم پخشش کنم، ولی تو کانال یوتیوب همه میتونن بیان ببینن. اتفاقا جدیدن با سیروس کردونی داریم با همدیگه این کارو میکنیم و داریم یه کانال یوتیوب رو میندازیم که همه بتونن کارای ما رو ببینن. ولی الان سیروس چی میشه به پس اینجا اگر که من نرم؟ حالا اونم میاد اینجا پیش خودمون میمونه. سیروس جون مهستی جون نه اون خیلی جوونه. تو دست کار نمیخوای برداری نه؟ این که کار نیست مهستی جون، برای من این عشقه. خود شما هم همینجور، این یه بخشی از عشق زندگی ماست. من الان انقدر مثلا دوست دارم میتونستم با خانم مرضیه هم صحبت کنم، یه سوالایی دارم سوالایی نکرده که دوست داشتم از ایشون بپرسم. راستی مهستی جون شما اینجا هنوز میخونی؟ معلومه که میخونم، ما اینجا همه میخونیم، چرا نخونیم؟ جالب. اتفاقا جدیدن از اون دنیا یه آهنگ جدید شنیدم که کار انوشیروان روحانیه، خیلی خیلی دوستش دارم. آهنگ میگه که باید خریدارم شبیه تا من خریدارت شوم،
و از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران اول بدانم تو را وانگه گرفتارت شوم من خریدارم شوی خریدارت شوم دل یارم شوی عاشق زارت شوم من خریدارم شوی خریدارت شوم دل یارم شوی عاشق زارت شوم من عاشق زارت شوم من عاشق زارت شوم من عاشق زارت شوم من محسن جون برم اگه اون دنیا به خانم امیرا میگم بره با آقای نوجوکی بگی که شما هنوزم به این خوبی میخونی ماشاءالله یعنی میخونی ها آفرین حالا عجله نکن برای رفتن وقت زیاده ببین اگر رفتی اون دنیا و همه بگو هیچ کس از اومدنی به اینجا ناراضی نیستش ما هممون خوشحال و راضی هستیم من دیگه باید برم با اجازت هوتن جون و میبینم دوباره آخه من خیلی سوالمو نکردم و من هنوز سوال دارم و عجله نکن وقت زیاده ببین اصلا عجله نکن باشه پس به خانم مرضیه میگید که من اینجا منتظرم چون من میرم و دوباره دیدار دیگه باد بله ممنونم دستون درد نکنه به امید دیدار یعنی خدایی هم اون دنیا که بود هم این دنیا که هستش یعنی هم از نظر معرفت هم از نظر انسانیت از همه چی چک بودش عاشقشم عاشق من هستیم هم بودم هم هستم حالا اگه اینجا هم دائم باشم که دیگه ولش نمی کنم عرض کنم که خیلی دلم میخواد یه جایی باشم که همه منو ببینن به هر حال ببخشید اگر من از شما دور یا شما از من دور اسباب شرمندگی بنده است برای اومدم یک خودی بهتون نشون بدم یک دلی ازتون ببرم بعدم با حیوان